جاده ادویه، جاده‌ای که سالها تاریخ رو در خودش جا داده. آیا تا به حال به جاده‌ای فکر کردید که قرنها پیش گنجینه‌های ارزشمند و اسرارآمیز رو جابجا می‌کرده؟ توی این ویدیو قراره به دل جاده ادویه سفر کنیم. جاده‌ای که سنگ فرش‌های 400 سالش هنوز داستان‌هایی از تاجران، راهزنان و گنج‌های مخفی رو پنهان کردند. از افسانه‌های عجیب و غریب گرفته تا کشفیات باور نکردنی که بعد از طوفان شن از زیر خاک بیرون اومده. همه رو اینجا براتون روایت میکنیم. ممنون میشم کانال پیداشو رو سابسکرایب کنید و اگر ویدیوهای ما براتون جذاب بود حتما ما رو لایک کنید. جاده ادویه یکی از مسیرهای تاریخی و مهم ایرانه که تو دوره‌های مختلف به ویژه توی زمان صفویه نقش کلیدی توی تجارت و انتقال کالاها داشته. این جاده بخشی از شبکه بزرگتر جاده ابریشم بوده و به دلیل اهمیت تجاری و فرهنگیش داستان‌ها و روایت‌های متعددی درباره اون شکل گرفته. در ادامه به تاریخچه، مسیر، داستان‌ها و حقایق عجیب و جالب این جاده می‌پردازیم. جاده ادویه توی دوره صفویه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت بین ایران و هندوستان مورد استفاده قرار می گرفته. این مسیر از بندرعباس شروع می شد و با عبور از شهرهایی مثل لار و جهرم به مرکز ایران و نهایتاً به اصفهان پایتخت صفویه می رسید. از اونجا کالاها به سمت غرب و اروپا صادر می شدند. نام جاده ادویه به دلیل حجم بالای تجارت ادویه‌هایی مثل فلفل، زعفرون، هل، دارچین که از هندوستان به ایران و از اونجا به سایر نقاط جهان منتقل میشد به این مسیر گفته شد. این جاده در واقع بخشی از شبکه بزرگتر جاده ابریشم بود که شرق رو به غرب دنیای باستان وصل می‌کرده. قدمت استفاده از ادویه به عنوان چاشنی و ماده دارویی به 3500 تا 5000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اما این مسیر توی دوره صفویه به اوج خودش میرسه. توی اون زمان ادویه ها ارزشی برابر با طلا داشتن و تجارت اونها نه تنها ثروت هنگفتی رو برای تاجرها و ارمغان می آورده بلکه امپراتوریا رو هم تحت تاثیر قرار میداد. برخی منابع هم اشاره میکنن که این جاده از هند تا شام که همون سوریه امروزیه ادامه داشته و حتی به اروپا هم متصل میشده. در نزدیکی روستای چاه تلخ که توی مسیر این جاده است 4 آب انبار و 2 کاروانسرا وجود داشته که نشون دهنده اهمیت این مسیر برای استراحت و تامین آب کاروانسرا بوده. اما بخش‌هایی از مسیر به ویژه در مناطق کوهستانی سنگفرش شده و به عنوان شاهکاری از مهندسی راهسازی شناخته میشه. این سنگفرش‌ها با رنگ‌های سفید، سیاه و قرمز طراحی شده بودند و حتی توی پیچ و خم‌های گردنه‌ها اصول علمی راهسازی رعایت شده که برای اون دوره خیلی پیشرفته محسوب می‌شده. بخش‌هایی از این جاده در منطقه فهرج کرمان که قبلاً با نام پوره یا پهرک هم شناخته می شده شناسایی شده. این بخش که به تازگی در سال 1403 بعد از طوفان شن از زیر خاک بیرون اومده نشون دهنده قدمت و اهمیت تاریخی این مسیره. فهرج در حاشیه کبیر لوط قرار داره و جاده ادویه در این منطقه به طول 40 کیلومتر امتداد داشته. جاده ادویه به دلیل قدمت و نقشش توی تجارت محل وقوع داستان‌ها و روایت‌های بسیاری بوده. تاجران ادویه برای جذب مشتری و گرانتر فروختن کالاهاشون اغلب داستان‌های هیجان انگیزی از سفرهاشون تعریف می‌کردن. این داستان‌ها بعضی وقتا با افسانه‌ها و خرافات در هم آمیخته می‌شده و به جذابیت این مسیر اضافه می‌کرده. یکی از روایت‌های معروف درباره جاده ادویه داستان تاجرانیه که توی مسیرهای کوهستانی با خطرات طبیعی مثل طوفان و حیوانات وحشی و راهزنان مواجه می‌شدند. برخی از این تاجرها ادعا می‌کنند که در مسیر با موجودات اسرارآمیز یا ارواح سرگردان هم روبرو شدند. به ویژه توی مناطق دورافتاده و صعب‌العبور این داستان‌ها اغلب برای ایجاد حس رمزآلودگی و افزایش ارزش ادویه‌ها گفته می‌شده.
جالبه بدونید که بازی فکری به نام جاده ادویه هم که بر اساس داستان‌های تاریخی این مسیر طراحی شده، بازسازی شده. توی این بازی بازیکنان نقش تاجران ادویه رو ایفا می‌کنن که توی جاده ابریشم به تجارت می‌پردازن و باید با استفاده از مهارت و استراتژی ثروت و شهرت خودشون رو افزایش بدن و یا کسب کنن. برخی داستان‌های محلی توی مناطقی مثل جهرم و فهرج هم از وجود گنجینه‌های مختلفی توی این مسیر حکایت دارند. گفته میشه که تاجران برای محافظت از کالاهای با ارزش خودشون در برابر راهزنا، گاهی بخشی از محموله‌هاشون رو توی غارها یا زیر سنگ‌های بزرگی مخفی می‌کردن. این روایت‌ها باعث شده که برخی از ماجراجویان امروزی به دنبال یافتن گنج باشند، هرچند تاکنون هیچ مدرک معتبری برای اثبات این ادعاها پیدا نشده. قبل از اینکه به حقایق عجیب و جالب درباره جاده ادویه بپردازیم، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید. با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی جاده ادویه، هنوز در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت نرسیده. در سال 1393 انجمن میراث فرهنگی جهرم درخواست ثبت این اثر رو ارائه کرده، اما تا امسال پاسخی دریافت نکردند. این موضوع باعث نگرانی فعالان میراث فرهنگی هم شده، چرا که این جاده در معرض تخریب طبیعی قرار داره. اگر شما هم اطلاعاتی از ثبت این جاده تاریخی دارید، حتما در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. جاده ادویه نه تنها به مرکز ایران بلکه به شام و حتی اروپا هم متصل می شد. این مسیر نقش مهمی توی انتقال فرهنگ‌ها و کالاها بین شرق و غرب داشت و به همین دلیل برخی اون رو پل فرهنگی بین تمدن‌ها می دونن. جاده ادویه با وجود قدمت و زیباییش هنوز به عنوان یک جاذبه گردشگری به طور کامل معرفی نشده. این مسیر میتونه توی فصل زمستون که هوای مناطق جنوبی ایران معتدل تره، گردشگرای زیادی رو به خودش جذب کنه، اما نبود امکانات رفاهی و عدم توجه کافی به حفظ این اثر تاریخی مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت‌های این بنا شده. برای بازدید از این جاده میتونید به 6 کیلومتری جنوب جهرم سفر کنید یا از مسیر کرمان به فهرج برید. مناطق اطراف این جاده به ویژه مناطق کوهستانی و کویری بسیار دیدنیه و میتونید تجربه به یاد موندنی برای علاقه‌مندان به تاریخ و طبیعت فراهم کنه. جاده ادویه نه تنها یک مسیر تجاری مهم توی تاریخ ایران بوده، بلکه نمادی از نبوغ مهندسی، تبادل فرهنگی و داستان‌های پرهیجان تاجران گذشته بوده. از سنگفرش‌های زیبای کوهستانیش گرفته تا روایت‌های عجیب و غریب درباره گنج‌های مخفی و موجودات اسرارآمیز. اگر روزی به این مسیر سفر کردید، میتونید در میون سنگفرش‌های 400 ساله قدم بزنید و خودتون رو در دنیای تاجران جاده ابریشم تصور کنید، جایی که هر سنگ و هر پیچ جاده داستانی برای گفتن داره. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.